گشتم دیدم چی میتونه معیار زیبایی داخل کشورهای مختلف باشه. دیدم هیچ جا به جز ما خوش‌تیپ‌تر و باحال‌تر نداره. زیبایی کلا تو این کشورها یه چیز دیگه تعریف شده. چه صاف و نمیدونم چش درشت و اینجور چیزا نیست اصلا اینا یه جوری زیبایی در نظر گرفتن که به فکر ما هم نمیرسه. قراره بریم امروز سراغ معیارهای زیبایی برای یک انسان توی کشورهای مختلف رو بررسی کنیم. حتی به ذهنتون هم نمیرسه که چه چیزایی میتونه معیار زیبایی براشون باشه. پس برو بریم. میدونستید که دندونای کج داخل ژاپن معیار زیبایی حساب میشه؟ این در حالیه که توی کشورهای مختلف دندون صاف و سفید و زیبا جزو معیار زیبایی و تو ژاپن فرق داره. حتی برگاتون میرزه اگه بدونید که بعضی زنها میرن هزینه میکنن که دندوناشون کج و محوج کنن که معروف به یائبا هستن. این کارو برای چی میکنن؟ به خاطر اینکه یه چهره معصومتر و زیباتری داشته باشن توی جامعه و با اون دندونا مخ آقایونو بزنن. چجوری یه چهره معصوم پاک دارن با اون دندونا؟ اگه بخوایم راجع به ابروهای پیوسته و کلوف صحبت کنیم، قطعاً میدونستید که داخل تاجیکستان یه معیار زیبایی خفن حساب میشه و خیلی‌ها دوستش دارن. داخل تاجیکستان حالا خانوم و آقا فرق نداره، بیشتر خانوما ابروهاشون پیوسته هستش که جذابیتی بهشون میده تو این جامعه. این ابروهای به هم پیوسته از نظر جامعه زیباتره، قشنگتره، باحالتره. این ابروهاشون رو نمیگیرن اصلا دست نمیزنن. یه فکتی هم که راجبشون هست اینه که اینا از حنا استفاده میکنن تا ابروهاشون تقویت بشه و برجسته تر نشون داده بشه. کلن ابروی گرفته شده براشون کنسله. میتونی با سابسکرایب تو معیار زیبایی باشی. تو این کشور خالکوبی میکنن روی صورت برای زیبایی بیشتر. آفرین، درست زدی. عمرن اگه به ذهن هیچ کدومون برسه. اون کشور نیوزلنده. قبیله ماورو داخل نیوزلند یک رسم و رسوم و فرهنگی دارن که روی صورت خالکوبی میکنن. یه خالکوبی‌های پیچیده‌ای انجام میدن که اسمش موکورو هستش و اینجوری به نظرشون خیلی زیباتر و خوشگلتر میشن. و یه نکته دیگه که داره، این علاوه بر این که زیبایی در نظر میگیرن براش، نشون دهنده حالا فرهنگ و موقعیت اجتماعی اون فرد این خالکوبی‌ها، مخصوصا تو صورت خانوم‌ها خیلی زیادتره. دیگه خود اون تتو روی صورت، اصلا اونایی که کشتیکج نگاه کرده باشن اومگا رو یادتون باشه. یکی واقعا نمیتونه زیبایی باشه. لب‌های کشیده داخل اتیوپی، این لب‌ها قشنگ اینطوری میان جلو. توی قبیله سوری داخل اتیوپی زنها از کودکی داخل لبشون یک صفحه چوبی یا سفالی میذارن که این هر سال باعث بزرگتر شدن لبشون میشه. یعنی این کار رو اگه میکنن واقعا نیاز به ژل و اینجور چیزا برای دکتر زیبایی ندارن. اصلا این چجوری میتونن غذا بخورن؟ چجوری میتونن آب بخورن؟ چجوری میتونن اصلا نمیدونم، همون کاری که میدونید دیگه. میدونستی توی ویتنام و ژاپن کلا گیرشون رو دندون عجیب غریب باشه زیباتری. این سری دندونای سیاه باعث زیبایی بیشتره. خیلی قدیم ها زنها میگرفتن دندوناشون رو با مواد طبیعی سیاه قشنگ رنگ میکردن که دندوناشون سیاه به نظر برسه. این هم نشونه زیبایی و تحول بود یا اصلا خیلی براشون خفن بود این قضیه که انجامش میدادن. نمیدونم چه جذابیتی داره واقعا چاقی توی موریتانی یه نماد زیبایی حساب میشه. پشمام، جمع کن بریم موریتانی. پس قبلش باید بدونی که یه خانوم توی موریتانی هر چقدر چاق‌تر باشه زیباتر حساب میشه. چاقی اونجا نشونه ثروت و موقعیت اجتماعی بالاست. دخترها رو از سن کم تشویق میکنن که بیشتر بخورن تا در آینده چاق بشن، هر روز چاق‌تر بشن. چی دست میدارن اینا؟ در آخر این خوشگلا رو میکنن تو جیبشون. گردن درازها داخل میانمار. زنان قبیله کایان داخل میانمار از کودکی یک حلقه‌های فلزی و برنجی داخل گردنشون میندازن که گردنشون بلندتر به نظر برسه. او چرا اینجوری میکنید؟ چرا عجیب غریب؟ گردن دراز هم اونجا نمادی از ثروت و همون موقعیت اجتماعی بالاست. چه پس گردنی ولی دارن. یاد باشه عملگرا باش و تا ویدیو بعدی
میبینمت.